سلام، حالتون چطوره؟ بعد یه مدت طولانی اومدم یه آموزش کوچولو بدم و برم. امیدوارم به دردتون بخوره و امیدوارم بازم بتونم بیام و آموزش بدم. همین کوچولو کوچولوهایی که یاد میگیرید بعد یه دفعه به خودتون میبینید چقدر کلمه بلدید، چقدر فعل بلدید. کلمه یعنی فعل گدر یکدر. مثلا میخوام بگم من میتونم، اگدر. من میتونم یک کتاب دیگه بخونم، اقدر اقرأ بعد فت کتاب، یعنی من میتونم یک کتاب دیگم بخونم. خب فعل چی بود؟ فعل گدر یکدر که وقتی تو انا میره یعنی آنی، به لهجه عراقی آنی اقدر.